ما در قرآن چیزی به نام نماز اجباری نداره که یک دفعه اقرار کردی که من مسلمان هستم، دیگه بحث بین تو و خدایت. و تا زمانی که تو مردم آزاری نمیکنی، جامعه را شکنجه نمیکنی، ما چیزی به نام ازی که طالب بچه کش کنید و بگه که پیشروی من نماز بخوان ما نداره. کسی که نماز را قصداً ترک میکنه و بالاخره نماز نمیخوانه باید حبس بشه، بندی بشه تا داخل زندان بمیره، یا این که بالاخره عهد و پیمان ببنده که دیگه نمازم قضا نمیشه. امام شافعی، امام ابو حنیفه میفرمایند شخص کافر نمیشه با ترک نماز. این نظر امام ابو حنیفه هست، ولی داخل زندان باید بمیره. جوان نماز نمیخونه، مسلمان نماز نمیخونه، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه این از من نیست، تو از من نیستی، تو مسلمان نیستی، تو امتی من نیستی. یکی از تابعین میگه من تعداد بسیار زیادی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات کردم که اونها هیچ عمل را کفر نمیدانستن مگر ترک نماز. یعنی تقریبا گویا اجماع صحابه را در این مورد نقل میکنه که اونها هیچ عمل را کفر نمیدانستن، ترک هیچ عمل را کفر نمیدانستن مگر در مورد نماز. اونها اتفاق داشتن که اگر کسی نماز خود را بدون عذر معجزه شرعی ترک میکنه کافر است و اگر کسی جماعت ترک میکنه باز منافق است. عقوبت تارک الصلات، گوش کن تو کسی که در نماز خود غافلی. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند کسی که نماز را قصداً ترک میکنه و بالاخره نماز نمیخوانه باید حبس بشه، بندی بشه تا داخل زندان بمیره، یا این که بالاخره عهد و پیمان ببنده که دیگه نمازم قضا نمیشه. امام شافعی، امام ابو حنیفه میفرمایند شخص کافر نمیشه با ترک نماز. این نظر امام ابو حنیفه هست، ولی داخل زندان باید بمیره. نظر امام مالک و امام شافعی رحمه الله میفرمایند شخصی که نماز نمیخوانه کافر نیست، اما باید یقتل، کشته بشه. حکومت اسلامی باید انسان بینماز رو بکشه، کشته بشه. این نظر امام مالک و امام شافعی رحمه الله هست، میگن کافر نمیشه. اما نظر امام احمد ابن حنبل رحمه الله میفرمایه و اشاره میکنه که کسی که نماز نمیخوانه کافر هست، باید کشته بشه، غسل داده نشه و در قبرستان مسلمان ها هم باید دفن نشه. این نظر امام احمد رحمه الله هست. جمهور علما به این نظر بالاتفاقن که اگر کسی منکر نماز بود، اگر کسی گفت که دیگران خواندن چی شد که من بخوانم، اگر کسی گفت که من عادت به خواندن ندارم، و اگر کسی منکر نماز بود گفت که نمازی وجود نداره، تمام احکامات اسلامی را اجرا کنه فایده نداره، این شخص نظر به جمهور علمای شخص کافر هست. این قول ائمه بزرگوار و اینها بود. نبی مکرم اسلام میفرمایند من ترک الصلاة متعمدا، کسی که نماز را قصداً ترک بکنه، برئت منه ذمة الله و رسوله، الله و رسول از او شخص بیزار هستند. در ذمه یعنی در گردن الله و رسول هیچ حقی نداره. در حدیث دیگر نبی مکرم اسلام میفرمایند العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهدی که بین ما و بین اونهایی که بالاخره قرار دارن چی هست؟ نماز هست. رسول الله میفرمایند کسی که نماز را ترک بکنه فقط کافر شده این انسان. مسلمانی که نماز نمیخوانه در دین جایگاه نداره، اون از من نیست، از امت من نیست. لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. کسی که نماز نمیخوانه، هر انسانی که نماز در زندگیش نیست، اگر جوان است، پیر است، حاکم است، محکوم است، رئیس جمهور است، والی است، قماندان است، اگر پلیس است، اگر فقیر است، اگر گدا است، اگر زن است، اگر نماز نمیخوانه، این انسان در دین ما جایگاه نداره. لا سهم فی الاسلام، در اسلام سهمیه نداره. سراران عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در آخرین وصیتش، در آخرین ایامش نسبت به نماز چقدر تأکید میکنه. اما امروز حال موتور نگاه بکن.
از خود سوال بکنیم در ایام ما تو چه کار کردیم؟ جوان عزیز کجا بودی؟ شما رو به خدایتان قسم، به ربتان قسم، به اون پروردگاری که ایمان داری، به اون آخرتی که یقین داری، نماز کجا کردی؟ با نماز چه کار کردی؟ نماز صبح ترک، ظهرت قضا، عصرت در خانه گشتی، خفتنت به خاطر خواب، تو چه قسم مسلمانی؟ چه قسم پیش الله جواب میدی؟ آیا به وصیت پیامبر عمل کردی؟ آیا پیامبر شاد کردی یا ناراض کردی؟ پیامبر میگه الصلاة، تو میگی وقت عصر است، وقت عید است، وقت خانه گشتی است. در زندگی ما تو لباس ما تو خلاف لباس اسلامی، سیرت ما تو خلاف سنت رسول، نماز خواندن ما تو خلاف سنت رسول، مساجد ما تو خالی، عبادتگاه های ما تو خالی، اما دم از بهشت زدن، دم اسلام زدن، مگر این کدام معنا و مفهوم داره؟ گناهان کبیره برای کدام گناهان گفته بشه؟ در مورد گناهان کبیره هم بین علما تفصیل زیاد ذکر کردن، اما آسانترین تفسیری که انسان میتونه در مورد گناهان کبیره داشته باشه او است که وقتی یک نفر یک امر، یک فریضه از فرایض دینی را که الله متعال ما را مأمور به او کرده او را اگر انسان ترک میکنه، یعنی ترک یک فریضه یک گناه کبیره است. مثلا یک نفر روزه فرضی را ترک میکنه یا مثلا زکات خود نمیپردازه. در مورد تارک نماز بین علما اختلاف است، عده از علما تارک نماز را کافر میدانند و عده از علما تارک نماز را مرتکب بزرگترین گناه کبیره میدانند. دیگه گناهان فرایض دینی در مورد دیگه فرایض همه علما متفق هستند که ترک یک فریضه گناه کبیره هست. اما در مورد ترک نماز عده زیاد از علما قائل بیستند که ترک نماز قصداً بدون عذر معجه شرعی کفر است. البته باز یک دیگه کفر عملی میگن، یک دیگه کفر حتی کفر اعتقادی میدانند. در بین علمای سلف نقل است، یکی از تابعین میگه من تعداد بسیار زیادی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملاقات کردم که اونها هیچ عمل را کفر نمیدانستند مگر ترک نماز. یعنی تقریبا گویا اجماع صحابه را در این مورد نقل میکنه که اونها هیچ عمل را کفر نمیدانستند، ترک هیچ عمل را کفر نمیدانستند مگر در مورد نماز. اونها اتفاق داشتن که اگر کسی نماز خود را بدون عذر معجه شرعی ترک میکنه کافر است و اگر کسی جماعت ترک میکنه باز منافق است. یعنی صحابه در این دو مورد با هم کاملا اتفاق داشتن که تارک کلی نماز کافر و تارک جماعت منافق است. میگه ما در بین ما هیچ اختلافی نبود که کسی در نماز جماعت حاضر نشد ما او را منافق میدانستیم. الله متعال ما شما را نجات بده. کسی که نماز نمیخوانه در عمرش برکت نیست، کسی که نماز نمیخوانه در رزق و روزیش برکت نیست، کسی که نماز نمیخوانه آرامش نداره، کسی که نماز نمیخوانه شیطان بر او تسلط پیدا میکنه، کسی که نماز نمیخوانه محروم میشه از یاری دادن الله او دیگه یاری نمیده، نصرت نمیده. کسی که نماز نمیخوانه از اجر و ثواب سایر اعمال محروم میشه، کسی که نماز نمیخوانه دعایش قبول نمیشه، کسی که نماز نمیخوانه از همصحبتی و مجالست با اولیای الهی محروم میشه، کسی که نماز نمیخوانه لحظه مردن گرسنه میمیره، کسی که نماز نمیخوانه حسن خاتمه نصیبش نمیشه، در حالت سو و در حالت ذلت و خواری از دنیا میره، کسی که نماز نمیخوانه تشنه از دنیا میره، ولو که دریاهایی که در دنیا هست بنوشه بازم از دنیا تشنه میره، کسی که نماز نمیخوانه قبر برایش تنگ میشه، کسی که نماز نمیخوانه در قبر الله آتش بر او مسلط میکنه که او را از بین میبره و میسوزانه، کسی که نماز نمیخوانه جهنم جایش هست، کسی که نماز نمیخوانه غضب الله بالایش هست، کسی که نماز نمیخوانه در داخل قبرش الله ماری مسلط میکنه که او مار سرش موی نداره. رسول الله میفرمایند از بس که زهرش تیزه موی سرش ریخته. کسی که نماز نمیخوانه اهل بهشت صدا میکنن ما سلککم فی سقر، چی شده که شما در جهنم میسوزید؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما از جمله نمازگزاران نبودیم.